بازیگری که مخاطبان تلویزیون او را با نقش زیبا در سریال شمعدونی به کارگردانی سروش صحت میشناسند، در جدیدترین مصاحبه خود درباره راز تلخ زندگیش صحبت کرد. رویا میرعلمی، بانوی هنرمند سینمای ایران، در سریال شمعدونی با پای شکسته مقابل دوربین قرار گرفت و توانست یکی از بهترین هایش را در قالب نقش کمدی زیبا ارائه دهد. او در مصاحبه جدیدش درباره فلج شدنش صحبت کرد و گفت: پای من چون اعصابش کلاً قطع شده بود، به خاطر شکستگی استخوان‌ها زدن اعصاب پام رو بریدن. 6 ماه کامل فلج شدم. دیگه امیدی نداشتم که اصلاً این پا دوباره برگردد و سالم شود. خیلی درمان کردم، خیلی زیاد رفتم و اومدم و ناامید شدم، بارها و بارها و بارها. جالبه که من همون تایم سر کار آقای صحت بودم و احساس می کردم که دیگر همه چیز تمام شده. دنیا برام تیره و تار شد. می گفتم دیگه نمیتونم، این پا دیگه درست نمیشه تا آخر عمر. قرار شل بزنی و پاتو بکشی روی زمین و راه بری. من دیگر هیچ نقشی نتونستم بازی کنم. شروع به گریه کردم و همینطور اشک می ریختم. با خودم می گفتم میشه باز هم بتونم راه برم؟ وقتی میخواستم برم دکتر، با ماشین منو میبردن و میآوردن. من اون موقع به تمام پاهای اطرافم نگاه میکردم. با خودم میگفتم یعنی منم میتونم دوباره مثل اینها پاهایم را روی زمین بذارم و راه برم؟ او درباره آدمی که سالم باشه خوشبخت‌ترین انسان روی زمینه گفت: میدونید من عاشق کفش بودم. تمام زندگی من همین الانشم کفشه. من دیگه نمیتونستم حتی کفش بخرم. فکر کنید یه چیز ساده. چیزی که اصلاً تو زندگی آدم فکرشم نمیکنه. خیلی جالب بود. من دکترهای مختلف فیزیوتراپی را میرفتم و میآمدم. آدمها را میدیدم که با چه دردهایی مواجهند. ما نمیبینیم این ماجراها را. وقتی که توی زندگی هستیم متوجه نیستیم که چقدر خوشبختیم. هر کسی که سلامت باشه به نظر من خوشبخت‌ترین انسان روی زمینه. بالاتر از این خوشبختی هم وجود نداره. وقتی به این درک میرسی که خودت دچار مشکل بشی و سلامتیت از بین بره، تازه به فکر حسرت‌های اون روزهایی میری که سلامت بودی و قدرشو ندونستی. مثل نفس کشیدن که داریم هر روز راحت نفس میکشیم. روزی اگر بخواهیم به سختی نفس بکشیم، آن وقت قدرشو میدونیم. خیلی چیزها را واقعا نمیبینیم. برام خیلی عجیبه که بعضی از آدمها به خاطر خیلی چیزهای کوچک آنقدر عصبی و پرخاشگر میشوند. به خاطر چیزهای کوچولو دم دستی و پیش افتاده. شما بزرگترین نعمت جهان را دارید. این واقعا به نظر من خوشبختی کامله. دمتون گرم تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. اگه نظر یا پیشنهادی داشتین داخل کامنت ها بهم بگین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. شاد و سرحال باشید و خدا نگهدار.